جوان در نخلیات مسافرکشی جای نشستی خود را به پیرمردی داد. پیرمرد نشست و گفت: تشکر پسرم، الهو پیر شوی اما نوبتی نشوی. جوان پرسید: بابا جان، نوبتی یعنی چیست؟ پیرمرد گفت: پسرم، وقتی که آدم پیر می شود از عهده کارهای خود برآمدن نمی تواند و باید نفری برای کارهای او یاری رساند. فرزندان بعضا میان خود بحث می کنند که امروز نوبتی من نیست، نوبتی تو است. زین را گفتم که پیر شوی اما نوبتی نشوی.